شیطان یعنی برداشتن پرده از آگاهی. وقتی که ذهنت توی مادیت و واقعیت و پول گم شده، این یعنی شیطان. قرمز رنگیه که پایین ترین ارتعاشو داره که به سطح ارتعاشت ارجاع پیدا میکنه. اون شاخهایی داره که نماد حیواناته. این ذات حیوانی آگاهی انسانه. قرمز نماد خشمه که از کمبود کنترل روی احساسات میاد. تو در اعماق درونت از جنس کائناتی، آگاهی از کائناتی. تو قدرت خلق داری و میتونی فکر رو به واقعیت مادی تبدیل کنی. مداد قبل از اینکه تبدیل به واقعیت بشه یه فکر بود. تو قدرت خلق داری. میتونی ازش برای کارهای خوب یا بد استفاده کنی. شیطان بده و خدا خوبه. نظریه توطئه وجود نداره. ما توسط اونا کنترل نمیشیم. مغز 3 بخش داره. مغز خزنده برای زمانی که نیاز به ادامه حیات باشه. این بخش غریزی طبیعت. نئوکورتکس مغز برتره که به همون اجازه میده پیشرفته باشیم و منتقدانه فکر کنیم. فکر کردین چرا به نئوی ماتریکس میگن نئو؟ کسانی که این دنیا رو اداره میکنن اغلب با مغز خزندهشون عمل میکنن. همش یه استعاره است. همش برای ترسوندنه.